مشهورترین ستاره فوتبال، اسطوره جهان ورزش پله روز 27 دکبر سال 2022 در سن 82 جهان را پدرود گفت. پله از سال 2021 این جانب از بیماری سرطان رنج می برد. پس از جراحی بی‌قرار ماه اکتبر سال 2021 که برای بریده گرفتن غدود بر اثر سرطان پیدا شده در روده قفص او صورت گرفت، تکرارا چند دفعه بستری شده بود. ولی پس از مبتلا شدن به کووید 19 ولی سلامتی او روز به روز بدتر شدن گرفت. پله آخرین مرتبه ماه نوامبر سال 2022 در بیمارستان آلبرت اینشتین در شهر سان پائولو برزیلیا بستری گردید. طبیبان آن زمان از جریان نادرست کار دل و گرده او خبر داده بودند. در جام جهانی فوتبال در قطر نیز بارها هوادارانش عکس بزرگ پله را با خود به میدان درآورده از جوانان خواسته بودند که برای شفای یافتن شفای فوتبال دعا کنند. پله یگانه فوتبال باز در تاریخ فوتبال است که 3 مرتبه جام جهانی فوتبال را بریده و 3 مرتبه در هیئت تیم ملی خود قهرمان جهان گشته است. فیفا او را بهترین فوتبال باز عصر 20 و کمیته بین المللی المپی بهترین ورزشگر عصر 20 اینچنین برزیل ثروت ملی اعلام کردند. نام اصلی پله ایدسون آراندز دی ناسیمنتو بوده. او سانه 21 اکتبر سال 1940 در شهر تریس کارایسون در جنوب شرق برزیلیا در عائله کمبیزوات به دنیا آمده است. گفته می شود حتی عائله او توان خریدن توپ را نداشته است و پدرش از جوراب‌های کهنه یک چیز به توپ مانند را ساخته با آن به پله بازی فوتبال را آموزانیده است. لقب پله را باشد به او هم‌صنفانش دادند و حتی تا به امروز خود پله و نه هم‌صنفانش نمی‌دانند که چرا او را پله نامیدند و آن چه معنی دارد. پله بازی ایدفعی را در سن 15 سالگی یعنی از سال 1956 آغاز نموده آخرین مرتبه سال 1977 به میدان برآمده است. در عموم پله در طول 21 سال در 1116 بازی اشتراک نموده 1091 گل زده است. در هیئت تیم ملی برزیل باشد 92 بازی انجام داده 77 گل به ثمر رسانیده است. او را تا به حال یگانه بازیگر میدانند که از میدان به زدن گل بیرون نشده است. نام پله به نفرانی که حتی از فوتبال چیزی نمیدانند آشناست، چون که پله پس از رفتن از صحنه فوتبال گوشه نشینی را اختیار نکرد، دست به کارهای مفید جمعیتی زد. او در سال 1990 سفیر سازمان ملل متحد در مسائل حفظ محیط زیست و نماینده یونسکو عاید به کارهای خیر اعلام گردید. اینچنین پله از سال 1995 تا سال 1998 همچون وزیر ورزش برزیلیا ایفای وظیفه نموده خیلی کوشش کرد که تا فساد در ورزش مخصوصا در فوتبال را ریشه کن کند. او سال 1981 به همراهی سیلوستر استالونه در فیلم فرار برای غلبه نیز نقش بازی کرده بود. سال 2016 به واسطه با کوشش‌های پله بازی‌های تابستانه المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار گردید. پله 3 مرتبه عائله‌دار شده صاحب 5 فرزند است. خبر مرگ پله در سراسر جهان اکثریت آدمان را رو افتاده کرد.